بیایید گفتن اپتونم بگیرین که اپتون رشید. برام می انالیزم بگیرم پلیکلینیکا میرم بیام ایکولو کادو آوردم کادو بتون شیر کادو کو ایکولو ما کادو آوردم کادو بتون شیر کادو کو همین خیلی میشه که دل دیگه سوزوکش بسیار میشه سوزوک دل بسیار میشه نمیتونه مورا تلفن میکنم مورا تلفن میکنه که خیلی بی مزم نیست نمیگه که قدر وزمینو میگه که مزم نیست بیایید فوجایی که در پایله ماه پیکر یارو و رخ داده است ما پدرم مرد پیش از اون مادرم رفتید بعدا پدرم مرد بعد پدرم امکم RAHIM Production. سلام عرض میکنم با کل تماشابینان دائمی سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم هر یک شما تنسیت خانه آباد هستید. اینک باز برنامه سیرهای نفته منظور هر یکی شما میگردد. مهمان برنامه نوبتی موضوع داره که از چهره شناخته صنعت تاجیک مادر جان عزیزی ما очаи Садбар خوش آمدید به برنامه ما. و دوستان عزیز در انم شاهدی شما همدردی خود رو به نام مادر عزیز به نام جان و جیگری که در جدای صنعت ما رو دستگیری کرده گه هم وقت در پهلوی ما هست صبر جمیل و همدردی خود رو به شما میرسونم очаи جان. رحمت جان. خیلی بگذار که روی انمون نفری که جیگربند شما شخصی نزدیک شما این دنیا رو پدرود گفت جویش جنه شد و دوستان عزیز لایک دستگیری کامنتاری را فراموش نکنین تا آخر برنامه ما را همسفر باشین قصه انمی очаи عزیز ما در عالم زندگی را تا آخر برنامه را هر یکی زندگی مادر عزیز به شما قصه میکنیم دوستان عزیز. очаи جان باز یک بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشین. یک تمنیات خود رو با کل اون افراد این لحظه ما و شما رو تماشا دارد بیان میکردیم. رحمتی کلام رحمت تشکر زیاد که مرا به برنامه‌تون دعوت کردین زحمت کشیدین و مرا دعوت کردین. رحمت ما به تماشابینا و مخلصا گفتنیم که مادر مردن مادر میراث است مرگ فرزندی پدر تیری الماس است. بله очаи جان بهترین سخن گفتین و دوستان عزیز ما میخوام که همه زندگی آقای سادبار очаи مهربان و هر یکی شما قصه کنم چون که شما در جدای صنعت میبینید در روی اکران میبینید بسیار نقش آفرین مادر عزیز ما در رولی بد است شما خیال میکنید که این درد نداره الم نداره بسیار کنه با مادر عزیز با نفری که انام تیر الماسی گفتگیش انام تیر الماس یک قصه خچه داره که با هر یکی شما نقل میکنم مادر جان عزیز ما. очаи جان به قسمت سوال جواب دارید تیار هستید؟ بخشش که ما میدونم این گریه این چیزی شما درد شما بسیار افعالی شاید بگه که چرا با زندگی شخصی مادر عزیز سر کار گرفتی لیک هست نفرای هست انام تماشابینانی که میخوان که زندگی پشت پردگی شما رو بدونن очаи جان از حال و احوال شما با خبر شوند очаи جان. کمتر قصه میکردیم فوجایی که به نزدیکی در زندگی شما رخ داد از کجا سر شد و در کجا به انجام رسید شما چیکار کرده چیکار از دست اومد از کدام کار پشیمانی میکشید تا زیرا که ما همون کارو نکردم در حق ما فرزند پدر. بله راست میگی رحیم جان در یک برنامه گفته بودم هم صحبت شده بودیم ما هم من گفته بودم و حاضر گفتم که فرزند پدر تیر الماس است بسیار در فرزند پدر میسوزی بسیار در فرزند پدر میسوزی و فرزند پدری که فرزند پدر حق خیلی میشه نه فرزند پدری هست که رنگ مادره رنگ برادره رنگ فرزنده لختی جیگره برای همین خیلی فرزند پدر در میسوزی رحیم جان. و اپای ما بسیار زنکی خوشرو بودن زنکی دست به خیر بودن همون سحری که خودش نمیدونه که میبره همون سحر یک روز پیش از مرگ همون سحر همون سحر بعد ساعت 2 شب بود که
وای شود همون سحر همسایه را فریاد میکنه همسایه را میگه که بیا میگه سحر کجا رفتی سایه همسایه‌اش میگه که ما امی پلیکلینیکا میرم برام امی آنالیزوما بگیرم پلیکلینیکا میرم بیا ما ایکولوب کادو آوردم کادو بتم شیر کادو کن ایکولوب ما کادو آوردم کادو بتم شیر کادو کن بافتاست که این کامپیر عذاب کشیدی خیلی خودت بخوخی گفته که اینی اک بکن تو شیر کادوی با مزه میکنی بکده یک جویا بخوری بیایم یک جویا بخوری کادو را اون همسایه را میتا بعد پایان میفروید پایان میفروید پلیکلینیکا میوید که اون زنه که روسی که در ویشتگیه همون میبینشه میگه تو چخیل اومدی تو چخیل پای پیاده در پلیکلینیکا را اومدی تو میدونی که چخیل سستایانی در خوزی میگه که امی جام سوزوک دارم امی قمیدارم که امی جام سوزوک دارم نیکی نی بقواتون اون زنه که روز در سکوری زنگ میزنه هشتم کورپسی قرابولو هشتم کورپس قرابولو سکوری میاد سکوری میاد درد سوزوک میکنه و سکوری را که میبینه زنک میترسه زنک میترسه هیجان میافته میترسه وقتی که سکوری در سورش میکنن میترسه در کنکریت نمیترسه میارن قرابولو در هشتم کورپس در وایش میکنن همونجا در دیل همین خیلی میشه که دیل دیگه سوزوکش بسیار میشه سوزوک دیل بسیار میشه نمیتونه بعد مورا تلفن میکنن مورا تلفن میکنن که همین خیلی بین مزم نیست نمیگه که قدر وزمینو میگه که مزم نیست بیاییم بقرابولو را بیاییم بقرابولو را ما میریم مگه اپام شوخه دخترو بچه ها میرن میگه که چخیل لخوی اپام سهر سوز بدوخی ای تلفن که قطیمون گب زد چخیل یک باره ای زنه یک چند روز پیشتر دو روز پیش یک روز پیشتر کلوب رفتم معرکه فریرا چون کدم کلوب میروم در کلوب میگرده و خونوی امی خشتوارو میگرده و سینی اپای میده میگه که بیا تستر برویم نمیره خونه نمیره میگه که میرم اما خونه میپره آخه کجا میره میگه این رجب شمهش را میگه رجب غلطی در به دستش برومده برام که اولی نگه که من با همین سستایانی مرا پرت افته بره خونه خیشوش بیو بریم با میخیزه میویم میخیزه میامی اون روز یک روز باینده ام خیلی میشه ما خورداییم ایکور امی ای دیرتر برومدم نمازای شما نه ما وای داشتیم برآمد داشتیم دیرتر برومدم برای اول که تلفن راه دادم که تلفن کردم گفتم که چی گپای چیه گفتم که اپام در بالنیسا قرابولو هایی میتونی بیایی گفتم چی من نمیتونم من خوزی میام گفتم که خونه برام ای خونه بیام با خونه رفتم ای خونه که با تلفن کردم گفت بیو رفتم که نه آخه نه پیشش چیکار در اومدنی نمیمونه سستایانیش بسیار وزمینه دیل یک مرتبه کار مونده است با کار برقرار کردن دیل دخترو بعدم نه ده آخه همین هیچ که قطعی گپ نمیزنه هیچ که قطعی وای نداره دیگه هیچ یکون وای نداره ده خیلی در اپارات محکمه در اپارات در دهانش محکمه دستش در وایش در وای موندگیان نه بعد دختر همین قدر گفت که دین نه سه امی خیلی کسایی وزمین امی وای مثل امی اپای شما خوب بودن اونو سوز شدن نرفتن زیغ نشین سوز میشوند نز میشوند خب دلتی کدام دخترا دل برداری کدن که وای نشوید دیدی ساعت دو شید ما اول جواب دادم گفتن که نز میشه یکون مایده تشویش نکشین امی یکون کستان یک کستان بیستین دیگر رو تو بروین نیستین گفتن وای نکنین بعد ما نیستادیم میگن که دمی بسیار وای بسیار سخته بعد
ما بوده بیرین استودیم نه استودیم درونی وای گفته ساعت 2 بود که گفتن که بیاییم گفتن اپاتون بینیم که اپاتون نشید ما نتونستیم اپشیم را خیلی خداوند اوچه جان مهربان جوش جنت کنه دیگر در دست ما برانده ها دیگه یگان کارم یعنی اینم قدر نفر که تماشا کرده سن از همه شما احترامانه خواهش میکنم که در حق نمی اپای عزیزی مادر عزیزی ما دعای خیر کنین یک گپی که میگن که دعای مردم غریب تست مستجاب میشه انشالله اوچه جان بخشش که سوالات کمتر به موارد چید چون که این چیز از جانب همون یک دل مخلصان شده بود که میخواستن الان زندگی پشت پردگی شما را بفهمن. بعد تمام قصه که آوردین خونه ها؟ بله خونه آوردین. خونه فکر کردن فرزنده فکر کردن که یک چند تا پیش بعد ایستاده بود باید خیلی کمتر مزهش میگیره خوب میکردیم بهتر میشید تو جا میدادم. بعدا با فکر کردم بچه ها که خیلی میشن سوز میشن هیچ گم مثل همون پیشتره یک کمتر مزهش میگیره با بهتر میشن گفتم که نه بعد تلفن کردیم که خیلی واقع شدگی های خونه رو وای کنیم خلاصه از دنیا گذشت روزی بدی بنده همه روزی مرف بده روزی مردن بده وقتی که آدمیزاد میبره نزدیک آدمایی که نزدیک هم بطن مثال میگیم آدمایی که دوست دشمن هم میفهمدن بله و همون روز ده میفهمی میبینی میگن که اگر کدام بوته که علاوه ریخت همون بوته خودش میسوزه سوار ایدیلی پیاده چی خبر داره سواره پیاده چی بدانه سوار که او مرد چی عذاب کشیده ایسته و چی عذابا رفته ایسته پای او سوخته ایسته پای او آله داره او سواره مرد برای همین کدام بوته در علاوه ریخت همون بوته خودش میسوزه بسیار فرزندی پدر نابود کردنش بسیار مشکله من یک نمیدانستم یک چند قدر پیشتر تلفن اینترنت نمیدونم خیلی یک کم ترمایی بود که نمیتونستم این بله تماشا کردن نمیتونستم بعدا در اومدم که فاجعه که در بایله ماه پیکر یارو رخ داده است معلمه دوستی نزدیکش اپش مادرش خواهرش همین فرزند پدر لخت جیگر همین خدر و من همین فاجعه را در اینترنت دیدم بسیار هم زیق شدم بسیار غمگین شدم صبر جمعی به پروردگار کریم ما پیکره و از خدا دعاگوی اون هستم که ما پیکر درد و غم نبینه دیگه همه وقت در خاندانش خوشبختی و خرسندی و توی معرکه های نیک باشه خدا هرگز مرگ فرزندی پدر مرگ دوستاش نبینه آمین بسیار غمگین شدم که بیان کردن نتونستیم که بگم که تعزیه بیان کنم برای اوی بسیار انسانی خوبه برای اوی گفتم که تعزیه بیان کنم ما پیکر یارو بابا خیلی انشاءالله باور دارم که اپا مهربان شاید این نوار ما و شما را تماشا کنه این چیز به این نوبت میگره خیلی باز ما هم برای گپای اپا خوش شده صبر جمیل خانه با انمو مادر عزیز که هم یکی از سنوی بهترین یعنی صنعت توجیه کرد خداوند جوش جنت کنه و شما صبر جمیل خانه ما پجان باز میگذاریم به دیگر قسمت سوال جواب ما پجان که شما چند فرزند پدر از دست دادین؟ من پدرم مرد پیش از اون مادرم رفتید بعدا پدرم مرد بعد پدرم امکم مرد
بعد امی بین یک فوجیه دومی دردم چی؟ امی بین یک سال امی بین امی یک سال یک نیم سال ده همین مرد بالای مرد بالای مرد همه همین ویای ما مثال میگیم پدر و مادر ما در 49 سالگیش مرد. مادر من در 49 سالگیش مرد، پدرم در 61 نودر اومده مرد. همه دوستای من، نزدیکای من، فرزندای امی وای ما در فقط در سینی یاشی مردن، در 70 نرسیده، 70 62 69 وقتی شیرینی حیاتان؟ بله 69 60 خیلی رفتگی نیستن، مردن، همین یاش مردن. برای همین پروردگار با همه، با کلی مردمی تاجیک، نه تنها با مردمی تاجیک، پروردگار صبر جمیل خواهانم، عمری دراز بتن. خدا بدبختی را در خانه یگان کس خدا جان ناندازد. خدا زاره و تولا میکنه در هر یک نماز که خدا جان کریم تاجیکستان ما را تینج امان بداره. سروری ما را همه وقت در امی بالای سری ملت تاجیک پاینده باشه، سرش درد نکنه. و همین خاطر من بسیار شما دعوت کردین، من کمتر وای بدم نخواستم که نه بگم. اگر گفتم که نه بگم اینجا خفه میشه و من کمتر خودم چکار بگم. اگر وقتی که دل آدمیزاد غم داره و زیقه کو یگون خرسندی در دلش نمیگنجه. بله چه جا یگون خرسندی در دلش نمیگنجه. به همین خاطر نه گفتن نتونستم از شما رو. من گفتم که رحیم جان خفه میشه و میگه اپن نه گفتن مرا، برای همین نگفتن نتونستم. ما اومدم عزیز، من از شما میندارم که چون که شما به انمو فیلم های تربیه به از انمو صحنه‌ای که امروز ما نقش آفرینی میکنید، شما بهترین انسان هستین که تا همین روز باز ما در انمو شویی مردم میگن که ایما یک سومونه گرفتگی نیست که رحیم تو برای کنو مرا اینقدر سومته، برای کنو اینقدر سومته. میگن که گپی خوب بعد یک روز میبره، این چیز حقیقت یا نمی چیزه. من سه بار که فیلم تیار کردم، فیلم نقش آفرینی کرد مادر عزیز، حتی جا خونه ها را تشکیل کرد، یک بار مرا نگفت که بیا یا مرا 50 سومته 100 سومته یا 1000 سومته. با حتی لطف کرد که خانه ما بیاین یک پیاله چای بخوریم، ما با شما یک آش بریده و چگی کنم. من از شما به نهایت میندارم. سبب برنامه کردن من در چی بود که در سمونه انمه یوتیوب کانال ما مخلصای شما به نهایت زیاد نمیشه جان. وقتی که من یک قصه را کشیدم، خواستم که این قصه را در انمو زندگی نامه شما بفهمم، چون به همین خاطر ما کردم. و در انجام صحبت شجان یگان گپی خوب، یگان دعای نیک با کل اون شنوندگان، اون تماشابینانی که این روز ما و شما را در انمه سمونه یوتیوب تماشا کرده سای یک دعای، یک سخن خوب میگفتن که ابدا انم سخن شما را استفاده میکنند در زندگی. رحمتی کردم رحیم جان، رحمت آباد باشین. تماشابین مخلصای من فکر میکنه که من از چند زنک جنگره. نه، من زنک جنگره نیستم. من در زندگی با فکری خودم با مثال ویای کلینو نه زنک جنگره نیستم. من زنک خوبم. بسیاری تماشابین میگم که قویه من در همون رول، در همون صحنه، در همون مثال رئیسور مرا زده چمیده که تو رولی منفی را بازی که یا رولی مثبت را بازی که همین من نگاهی رئیسور از وی سیناریا ما او را بازی میکنم. من خدمه بازی کردگی نیستم. بازی کرده خدمه با فکرم که نمیتونم. ممکن که بتونم، نمیدونم که برای همین من زنک جنگره نیستم. نه که اوچا جان بسیار نقشه شما در حال بده. بله بله همه میگه که زنک جنگره چی با کلین تصل کردی؟ چی با کلین تا با جوربی زدی؟ توبه کردم توبه نه برای چی؟ ولی روله ولی شاید که در نمی زندگی همی حاضره ما همی خیلی خوشتامن ها باشن. هست. شاید که باشه همی خیلی خوشتامن ها.
خیلی نمیدونم من این فکر مثال وی رژیسوره پیشنهاد اون رژیسور برای شما شما وظیفه خود رو اجرا میکنید در نمونهش مقصد نقشایی که مادر عزیز بازی میکنن کلا باور نکنین چون که در زندگی شخصی تماما رابطه نداره نه در زندگی شخصی من تماما و عموما رابطه نداره اگر نمیدونم با خدا که من چی گفتم نمیتونم به خاطر اونی که ما حاضر گپ زنم میگن که نه درو میگه این زنم قاچنگره کو نه من در فکر شخصی خودم من زنی حلیم و مهربانم برای همین من تمام مخلصا را دوست میدارم نسبت تمام مخلصا احترام زیاد دارم شخصا بچه هایی که در غریبی هستند مخلصایی که در مهاجرت هستین من همه شما را دوست می‌دارم همه شما در حق همه شما دعاگو هستم که خدا در پناه خود شما را نگه بداره بله چرا که ساق سلامت به پیش مادراتون به پیش فرزنداتون به پیش عائلهاتون ساق سلامت بیایید من دعاگوی همینم آمین من کسی تا حاضر کسی پول طلب نکردم و پولم طلب نمیکنم خدا چیزی من را بتیه همودا قناعت دارم نتیم همودا قناعت دارم این کاری پروردگاره خیلی هر یک آدم قد یمو رزقش میخوره ای رزق زیاد خورده میتونی؟ نمیتونی رزق یک کسی خورده میتونی؟ نمیتونی برای همین چند قدر خدا در پیشانی ما در وحی ما نویستگی باشه من همه را استفاده میبرم نه داشته باشه نه تمام شکرانه میکنم خیلی بیشتر هم دارم شکرانه پروردگار میکنم با مخلصا گفتنیم که مرا فراموش نکنید من شما را فراموش نمیکنم بیمارایی که همین روزا با واسطه اینترنت تماشا میکنم اما بیمارا در خدا جان شفای کامل بتیه بچه هایی که در رای دوری من همه تون دوست میدارم من بچه دارم من همه تا دوست میدارم نسبت همه تو احترام دارم مرا فراموش نکنید من شما را فراموش نمیکنم خدا نگهبانتون باشه سلامت باشین جان عزیزی من هزار رحمت کرام که سخن ما رو رد نکردین در برنامه ما هرچند برنامه ما اگر یک اوتوری خود خچه دوشاشانه که شما قدر کردین هزار رحمت کلام باز در شاهدی مردم گفتنی هستم که این خوبی شما را این مهربانی شما را اینقدر در جدای سند مرا دستگیری کردگیتونه من عیادم نمیبرم تا روزی هستم خیلی دوستان عزیز این برنامه ما به انجام میرسد تا برنامه آینده دستگیر رو فراموش نکنین همه کسا لایک یک کامنتر خوب برای سخن خوبی مادر برای دعای خوبی مادر در کامنتر اگر بنویسین بهترین میشوه چیزی که از در کامنتر بنویسین چی سوالی باشه با ما مادرم میگیریم چون که مادر خودمونه همه وقت سخن ما رد نمیکنه میارم با هر یک سوال شما پاسخ میگردونم باقی در پناه الله باشین در کجای باشین نباشین در پاتون خور نزنه خیر دوستان عزیز